HKD اولترا 3 WF اینجاست، پشتیبانی از وای فای نسل 6 از برند HK، اتصال به وای فای، اتصال به ایرپاد، تیک تاک آنلاین، هوش مصنوعی آنلاین، پخش موزیک، مولتی لنگویج، چند زبانه، ربات هوشمند آنلاین، واچ فیس آنلاین، اپ مارکت و نرم افزارهای تخصصی. این محصول رو برای شما عزیزان دل آنباکس میکنیم. بهتر یه سری به بازار جهانی این اسمارت واچ بی‌نظیر بزنیم که با قیمت $100 توی بازار جهانی و سایت معروف فروش میره و یکی از سایت ها با قیمت $55 امریکا این محصول رو بدون هزینه ارسال در نظر گرفته که شما میتونید این محصول با قیمت خیلی بهتر و خفن‌تر از m3saat.ir خریداری کنید که برای این کار فقط کافیه که m3saat.ir رو بزنید و وارد این بخش بشید. HKD اولترا 3 WF رو وارد سبد خریدتون کنید و ثبت سفارش کنید با پایین ترین قیمت دنیا. محصولات دیگه رو میتونید تو m3saat ببینید که با برگشتن به خونه یا هوم محصولات پرفروش و سایر محصولات خفن بازار ساعت رو میتونید ببینید. خب برگردیم به آنباکس محصول. این کار فوق العاده است. پشت کار یه سری داده ها به شما داده، تایید FCC و CE امریکا اروپا و بارکد دانلود اپ. خب باز میکنیم دفترچه راهنما، بدون بند سیلیکونی و یه دونه بند اسمارت لوپ، شارژر وایرلس و خود دستگاه. ما قبلا این محصول رو باز کردیم و بررسی‌هاش رو انجام دادیم و الان شما عزیزان نمایشش میدیم. خب بریم برای نصب بندها و محصول استاندارد و تمام بندها و قاب‌های اورجینال روی محصول سوار میشه که به راحتی میتونید روی محصول بندها رو نصب کنید و پین بند هم به خوبی کار میکنه و کاملا محکمه و از این قسمت میتونید استفاده کنید و بند رو آزاد کنید که حالا برای کار فوق العاده راحته و میتونید قاب رو هم جدا کنید. بک‌های بندی که توی خود جعبه ساعت بود رو گذاشتیم روی ساعت و روشن کردن رو انجام بدیم و این اسمارت واچ بی‌نظیر رو بهتون نشون بدیم. دکمه ماجیک باتن رو که بگیریم اسمارت واچ روشن میشه و واقعا سریع میاد بالا. خب همونطور که میبینید دوبار کلیک کنید بعد به وای فای کانکت بشید و اگه با وای فای کانکت بشید میتونید که از هوش مصنوعی AI در واقع هوش مصنوعی این اسمارت واچ استفاده کنید و برای شما پاسخدهی داره فوق العاده. خب اینم از واچ فیس مخصوص هوش مصنوعی که کاملا پویا و جذابه. کلی واچ فیس جدید روی این اسمارت واچ اضافه شده که اگه بکنم بله این دکمه رو بزنیم و بعد اجازه میده که واچ فیس ها رو تغییر بدیم. واچ فیس های متحرک به این اسمارت واچ اضافه شده، واچ فیس های گرافیکی، واچ فیس های قابل ایدیت که میتونید رنگش رو به دلخواه انتخاب کنید. خب اگه بتونیم برگردیم بله این واچ فیس هم همینجور واچ فیس قطب نمادار به همین صورت که حالت نایت مودش هم فعاله و این واچ فیس که شنیدنده پردازنده گرافیکی پرقدرت اولترا 3 WF هست و واچ فیس شماره 9 که واچ فیس ژیروسکوپ هست، سنسور جی که به خوبی عمل میکنه و تمام این آیکون ها هم فعال هستن و میتونید شما استفاده کنید که بی‌نظیر کردیم محصول رو و AI واچ فیس هوش مصنوعی و چیزهای جدید نسبی که روی این اسمارت واچ وجود داره که
واچ‌فیس های سری جدید اولترای اپل هست با تنوع بالا که من خودم اینا رو نصب کردم. خیلی واچ‌فیس های زیبا و خوشگل و جدیدی هستند توی رنگ بندی که فقط توی این اسمارت واچ این واچ‌فیس ها قرار داره و از این قسمت هم میتونید به دیال مارکت متصل بشید و با استفاده از وای فای واچ‌فیس های جدیدی رو دانلود کنید. میگردیم به هوم. از بالا به پایین نوتیفیکیشن ها رو شما دارید، نمایش نوتیفیکیشن ها و پیام شبکه‌های اجتماعی از چپ به راست میانبرها و برنامه‌های اخیری که باز کردین. از راست به چپ دسترسی های سریع که این دسترسی ها قابل تنظیم است، میتونید سایر دسترسی ها رو هم بهش اضافه کنید که خیلی امکان خفن و عالیه که به دسترسی های سریع اضافه میشه. و از پایین به بالا ویجت های جدید iOS 11 که تمام ویجت ها به صورت شناور فعاله که اگه این دکمه رو به این صورت ماجیک باتن رو دور بدیم باز به ویجت ها دسترسی داریم که چقدر همین واچ‌فیس خوشگله. دکمه هوم رو فشار بدیم وارد بخش منو بار میشیم که از اینجا میتونیم یک سری تنظیمات رو انجام بدیم و همونطور که میبینید اتصال به وای فای و تلفن همراه در حال حاضر برقراره و نمایش نوتیفیکیشن ها رو شما همزمان دارید میبینید. به منو قبل از هر چیز بگیم که این دستگاه به طور کامل از زبان فارسی پشتیبانی میکنه و همونطور که میبینید ضربان قلب، فعالیت های ورزشی، خواب، اکسیژن خون، موسیقی، شماره گیری تو این دستگاه وجود داره. و خب دستگاهایی که نیاز به دسترسی وای فای دارن در صورتی که وای فای وصل نباشه علامت وای فای میاد کنارشون که خب نرم افزارهایی هستن که برای انجام کار دسترسی به وای فای دارن، مثل نرم افزار اپ مارکت، مثل گیم استور، مثل کتاب الکترونیکی که شما میتونید یک سری کتاب ازش دانلود کنید از خود ساعت و ساعت جهانی رو میتونید داشته باشید. میتونید قطنما، کیف پول، دستیار صوتی، تخلیه آب، ماشین حساب و کلی برنامه‌های کاربردی دیگر رو داشته باشید. حتی میتونید ضبط صدا رو توی این دستگاه انجام بدید که قبلا یک تستی وجود داره. من صدای ضبط میکنم در حال ضبط صدا که برای شما میذارم در حال ضبط صدا که فوق العاده کیفیت اسپیکر بی‌نظیر استفاده میکنه. اینجا از دکمه ماجیک باتن هم میتونید استفاده کنید. آلبوم عکس توی این اسمارت واچ وجود داره و حدود 10 تا عکس رو میتونید توش ذخیره سازی کنید. بازار برنامه‌ها یا اپ مارکت وجود داره که با اتصال به وای فای میتونید شما به یک سری نرم افزار و بازی دسترسی پیدا کنید، روی اسمارت واچ رو نصب کنید، استفاده کنید و لذت ببرید. یعنی برنامه‌ای که به وای فای نیاز داره کنارشون آیکون وای فای بالا میاد که متوجه بشید این نرم افزارها به وای فای نیاز داره. توی بخش موسیقی میتونید آهنگاتون رو بریزید توی این اسمارت واچ و میتونید همزمان به هندزفری بلوتوثی، اسپیکر یا ایرپادتون متصل بشید و عین ورزش از این قابلیت استفاده کنید و به موزیک های دلخواهتون گوش بدین که قابلیت ریختن 10 تا موزیک رو هم من امتحان کردم جواب میده. میتونید ریمیکساتون هم بریزید روی این دستگاه. فعالیت های ورزشی فوق العاده توی این اسمارت واچ کامله. ورزش های بیشتر اینجا وجود داره، میتونید توی هر کدوم از این بخش ها یه سری ورزش های دیگه باز وجود داره که میتونید استفاده کنید و فوق العاده کاربردیه. سنسورهای ورزشی بسیار خوب عمل میکنه، میشه گفت اولین اسمارت واچی که برند سنسورهای ورزشیش مشخصه. سنسور ضربان قلب به خوبی کار میکنه، ضربان قلب، پایش خواب، قدم شمار و کالری شمار توی این اسمارت واچ وجود داره که به خوبی عمل میکنه. از قسمت خواب میتونید میزان خواب، عمق خوابتون رو بررسی کنید که واقعا دقیقه و سنسور اکسیژن خون هم در این اسمارت واچ بی‌نظیر وجود داره. از قسمت پخش ویدیو قابلیت پخش ویدیو اضافه شده
که میتونید از این قابلیت استفاده کنید که 2 تا ویدیو هم به صورت پیش‌فرض توی این اسمارت واچ بی‌نظیر وجود داره. از دیگر قابلیت‌های این اسمارت واچ میتونم به منوهای فوق‌العاده متنوع این اسمارت واچ اشاره کنم که دوبار زدن دکمه ماجیک باتن میتونید به منوهای جدید این اسمارت واچ دسترسی داشته باشید که یکی از منوها رو من برای شما باز میکنم. ببینید کیفیت کار فوق‌العاده بالا، منوهای کار واقعا متنوع است. شما از تک تک این منوها به دلخواه میتونید استفاده کنید که یکی از منوها منو جیه که با استفاده از سنسور ژیروسکوپ عمل میکنه و فوق‌العاده زیبا و جذابه. میتونید جای این آیکونا رو تغییر بدید یا آیکونا رو حذف و نصب و اضافه کنید که فوق‌العاده امکان خفنیه. میتونید هر کدوم از این آیکونا رو که دوست داشتید جابجا کنید. از دیگر منوهاش برگردیم به منوی معروف آبشاری لیستی که یکی از منوهای منو زنبوری بود باز شد. خب وارد بخش تنظیمات میشیم. تنظیمات فوق‌العاده کاملی، تنظیمات عمومی، بلوتوث، شبکه بیشیم، روشنایی نمایشگر که میتونید نمایشگر روشناییش رو تا آخر ببرید و حالت AOB یا صفحه نمایش رو همیشه روشن توی 6 استایل برای شما وجود داره که اینجا استایلاشو برای شما کشیده که هر کدوم از این سبک‌ها رو که دوست داشته باشید میتونید فعال کنید و فوق‌العاده کاربردی هست. این امکانات فقط بخش کوچیکی از امکانات این اسمارت واچ بود. M3 ساعت رو فراموش نکنید. پیج اینستاگرامی M3 ساعت توی دسترس شما عزیزان هست. میتونید با مراجعه کردن به پیج اینستاگرامی M3 ساعت رو فراموش نکنید. میتونید با مراجعه کردن به پیج M3 ساعت از جدیدترین محصولات دنیای تکنولوژی با خبر بشید و این اسمارت واچ نیمه‌نظیر رو خریداری کنید.